имрӯзҳо сокинони шаҳраки шӯробро ки дар минтақаи назди сарҳадӣ мавқеъ дорад дар Исфара одамони хушбахт ном мебаранд, зиро то ҳанӯз ба ин шаҳрак коронавируси нави COVID-19 роҳ наёфтааст. дар шаҳраки мо ҳоли ҳазор лак шукр ягонта COVID-19 ба қайд гирифта нашудааст. Заразивших у нас нету в Шурабе. تا حالا با شهرک شوراب بیماران شوپناک پیدا نشده است. عامل این خوشبختی را برخی در زیچ جایگیر نشدنی اهالی می‌بینند و برخی دیگر در سری وقت بسته شدنی سرحدی دولتی. لیکن در جماعت شهرک معتقدند که سبب اصلی در تدبیر اندیشی‌های مربوطه فوری و سری وقتی از جانب مقامات‌های دخلدار محلی نهان است. در حدود جماعت شهرک شوراب موافق نقشه چهاربینی ستاد جمهوری کارهای بی‌ضررگرانه و به انجام رسانده استادیم. اینچنین در حدود جماعت شهرک شوراب یک بیمارخانه و یک مرکز سلامتی موجود میباشد که اویدی پیشگیری این کسلی بیماری کرونا کووید-19 کار و فعالیت میبرند. وابسته به تامینات داروواری در حدود ما یگان کمبودی وجود ندارد. پورا بیمارخانه و مرکز سلامتی با داروواری تامین کرده شده است. در شهری که شوراب شهر اسفره نمایندگان قوم و ملت‌های گوناگون از قبیل تاجیک‌ها و روس‌ها، ازبک‌ها و قرغیزها، تاتارها و چند عائله نیمیس‌ها اهلانه عمر به سر میبرند. ساکن شهرک شوراب ساعت بیگ جورایف که ملتش قرغیز است میگوید که در پیشگیری پهنشوی کووید-19 کارمندان ساحه طب و خود ساکنان نیز سهم نظررس میگذارند. کوچنده بی ماسک نمیگیریم ما. اکوچه خونه داریم دستمون شسته آنتیسپتیکاتی توزه کرده. یکان کس کسل شود بیمارخانه و خبر میدیم. اومده و نگاه میبیند. معمولش ناقص خدا خرامشه. دکتر شهر شروع داروخانه دارو مجا میرسد. بهر حفظ صحتی 3101 نفر ساکنان شهرک شوراب یک مرکز سلامتی و یک بیمارخانه خدمت گذاری می کند. بیمارخانه داروی ماشین یاری تعجیلی و 15 کتی معالجوی می باشد. اجرا کننده وظیفه سردکتر بیمارخانه شهرک شوراب شهاب‌الدین هاشموف می گوید که مؤسسه او با تمام داروواری های ضروری منتظم تأمین می شود. من 23 نوامبر از طرف صاحبکاران برون مرز 23 نمود داروواری و از ریاست ولایت سوخت 21 نمود داروواری تامین کرده شدند. داروهای همه نمود داروواری ما های از این مثال فایبر آنتیبیوتیکوی و تافورد آوردن بایو برای پروتوویروس نمیگویم برای بیماری‌های مثل وای باشه موسمی یا خطرناک وای باشه دیگر همه دور ما میرسند. کارمندان مرکز سلامتی و بیمارخانه شهرک شوراب مدام آماده‌اند که در حالت پیدا شدن نفران از کرونا نو سرایت یافته جهت انزوای آنها از دیگران و راه اندازی روند تبابت کمک عملی رسانند. وقتی که با منطقه میبرویم ما همه جوبا هر یک خانه به دفتر ساختگی دفتری کرده موندگی که همون همشهری منطقه میرد مینویسد حرارت بدنش میپرسد سلامتیش میپرسد همش پرسیده با همون دفترش قید کرده اومده هر روز ما ثباتی گردشی دربدری با بیمارخانه مرکزی شهری میدهیم. اگرچه کرونا نوی کووید-19 هنوز تا به شوراب راه نیافته باشد هم اما با هر راه و واسطه توانسته است به سطح و صفت زندگی ساکنان آن تأثیر منفی خود را گذارد. لیکن ساختارهای دولتی عائله‌های نیازمند را در شرایط پاندمی با مشکلاتشان تنها نمیگذارند. به امروز در شهرک شوراب 70 عائله از کمک‌های منتظم دولتی برخوردارند.